تیم اسلامی خواه بلند به محوطه استقلال. خطرناکه این موقعیت و گل اول رو هوادار میزنه. صائب محبی دروازه استقلال رو باز کرد. چی شد یه دفعه تو خط دفاع استقلال؟ 1-2 رو میگیره. چقدر خوب کار کردن توی صحنه بازیکن‌های هوادار. موقعیت برای گل دوم. ایمان سلیمی بود که اینجا اشتباه کرد و چشم در برابر چشم، منتظر سوت بیژن حیدری. گام‌های یامگا به سمت توپ و ضربه‌ای که میزنه و دروازه هوادار باز شد. اختلاف به 1 گل میرسه. طبقه بالای ورزشگاه آزادی، یه فرصت درون محوطه. پرچم رفته بالا اونجا. پرچم بالاست. پرچم کمک دوم یعنی محمد عطایی بالا رفته. ایمان سلیمی بلند، روزبه چشمی سر اول و زد فرصت. اینم گل دوم. مهداد محمدیه که دروازه رو باز میکنه. استقلال برده بود مقابل هوادار. مهداد محمدی همچنان خودش با پای چپ ضربه رو هم میزنه. شاید فقط منتظر بود که این جمله گفته بشه. چه چپی زد.